وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که تا 20 اپریل در جمهوری 5,202,268 نفر یعنی 92.9% اهالی کلانسال کشور به واسطه یکم واکسیناسیون به ضد بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 فرا گرفته شده 5,027,496 نفر یا خود 89.8% و 1,756,058 نفر یا 31.4% الکی با وایه سیوم مویکوبی شدند. وزارت گفت با مقصد امکانی ساکنان و پیشگیری بیماری کرونا ویروس به تاجیکستان تا امروز 14,516,060 وایه واکسین استرازنیکا، کرونا وک، مدرنا، فایزر و سپوتنیک وی آورده شدند. همه این واکسینه ها توسط مکانیزم بین المللی کوواکس و کمک‌های بشردوستانه یعنی به صورت رایگان به تاجیکستان داده شدند. با قرار ستاد جمهوری مبارزه با کرونا ویروس از 3 ایول سال 2021 گرفتن واکسن ضد این بیماری برای تمام ساکنان سنشان از 18 بالا حتمی می باشد. شماره آن ساکنان تاجیکستان که باید حتما از کرونا ویروس واکسن بگیرند نزدیک 5.9 میلیون نفر تشکیل می‌دهد. وزارت تندرستی میگوید تدبیرهای اندیشیده شده در سمت مبارزه با ضد کرونا ویروس امکان دادند که از 15 مارس سال 2022 فعالیت گذرگاه‌های سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان با جمهوری ازبکستان به حالت مقرری گذرانیده شود. میان اهالی نیز استفاده نقاب‌های محافظتی بیکار کرده شده است. توی‌ها، جشن و مراسم ملی طبق قانونگذاری عمل کننده گذرانیده می شوند. وزارت تندرستی تاجیکستان از 15 فوریه سال 2022 به این طرف یعنی اینک بیش از 2 ماه باز یگان مورد نو گرفتاری شهروندان به کرونا ویروس را در جمهوری ثبت نکرده است. از اول پاندمی بنا به امور رسمی در تاجیکستان 17,388 مورد گرفتاری به کرونا ویروس آشکار گردیده، از این شمار 17,264 نفر شفا یافتند ولی 124 نفر متاسفانه قربانی این بیماری قتل شدند. منتقدان شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس را در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی وزارت تندرستی می شمارند.